سلام و عرض ادب خدمت دوستان. یه آموزشی میخوایم بذاریم در رابطه با استریل کردن در واقع شاسی بیرونی و داخل کابین آسانسور که خودش میتونه منبع آلودگی به ویروس باشه. دوستان میتونن با ترکیب 5 لیتر آب و 1 لیوان وایتکس یه محلول قوی ضد باکتری و ضد ویروس بسازن و اینو اسپری کنن رو حالا قسمت شاسی که بیشتر دست افراد بهش میخوره و البته از فاصله یکم دور که زیاد نباشه و با یه دستمال تمیز اینو در واقع پاک میکنیم. یه چند لحظه میذاریم بمونه بعد پاکش میکنیم. هر چند روز یک بار یا حالا هر روز، هر کسی حالا حوصله داشته باشه هر روز این کار رو انجام بده خیلی عالیه. این دستگیر هم همینطور، معمولا جایی که دست افراد در واقع به این تماس داره این قسمت ها رو باید زد و حسابی تمیز، مثلا زیرش حالا و خوب تمیز بشه. شاسی داخل کابین هم به همین شکل یکم فاصله، البته میتونید روی در واقع اون دستمالم بکشید خیلی کم که یه وقت اون شاسی حالا اتصالی چیزی نکنه، چون به هر حال پشت اینا کیتای برقی هستش. یکم میذاریم بمونه بعد دستمال میکشید که خوب تمیز بشه. به این شکل ضد عفونی میشه و هم آنتی باکتریال هم ضد ویروس میشه. یا اینکه میتونید یه مقدار اسپری کنید روی این پارچه به این شکل و به این شکل بکشید روی شستی ها تا کاملا استریل بشه. این دستگیرهای داخل کابین هم همینطور به همین شکل اسپری میکنید این محلول ضد عفونی. معمولا این قسمت هم افراد دست میبرن ناخودآگاه. دوستان برای استفاده از شستی ها میتونید یک گوش باکن یا یک خلال دندون تو کیفتون بذارید، همیشه داشته باشید. اگر نه یه دونه دستمال کاغذی تقریبا به این شکل لوله میکنین که خورده حالا فاصله دار باشه. به این شکل میتونید طبقات رو بزنید، بعد به همین شکل هم اینو در حال توی سطح زباله‌ای که دردار باشه یا که بسوزونینش به این شکل استفاده کنید.